ما ایرانیایی هستیم که حدوداً هر کدوم از 1 هفته تا 1 ماه اینتر کردیم به امریکا. از مرز تیخوانا وارد شدیم. هممون هنوز دستبندامون به دستمون هست. دیشب به بهونه این که خانواده هم دنبالمونه، همه از مرز وارد شدیم. کیسای مناسب. من خودم پروتستم توی ایران، پرونده دارم، نمیتونم برگردم. بچه‌ها غسل تعمید داده شده، هر کدوم از کشورهای متفاوت اومدن. حتی الان حتی $1 توی کیفامون نیست. دیشب نه از ایران همه اومدن. دستبندا هنوز هست. دیشب به بهونه این که ما رو دارن انتقال میدن به کمپ تگزاس، به خاطر این که کمپ کالیفرنیا پر شده، ماها رو قل و زنجیر کردن، دستا رو به هم بستن، 3 دور زنجیر دور کمرا بستن، دستا تکون نمیخورد، پابند داشتیم، بچه‌ها، زن، مرد، همه همینطوری بودن. ما رو بردن به آرمی امریکا بدون اینکه هیچ دیپورتی امضا کرده باشیم. دیدیم سوار یه هواپیمای آرمی فورس کردن. همه آرمی بودن، صورتها پیدا نبود، فقط چشما پیدا بود. هرچی میگفتیم کجا داریم میریم، میگفتن داریم انتقالتون میدیم. بعد از اون 6 ساعت 7 ساعت زن و بچه حالا همه بد میشد، قش میکردن. دستبندهای قرمز به بعضی از دستا بود که مریضی‌های وخیم داشتن، صدای گریه، صدای وحشتناک از هواپیماهای آرمی. و بعد از 7 ساعت حرف زدن باهاشون، وقتی نشست همه دستبندهای ما رو باز کردن، پابندا رو باز کردن، تحویل پاناما دادن، در صورتی که اصلا از مرز پاناما نرفتیم. ما به طور قانونی با هواپیما همه تا مکزیک رفتیم و از مرز تیخوانا رد شدیم. بعد از اینکه پیاده شدیم هممون از اونجا دیدیم روی پلیسا زده پاناما. اونا هیچ جوابی نمیدادن. کلی خبرنگار نصف شب وایساده بود ولی اجازه حتی ندادن ما با خبرنگارا حرف بزنیم. الان داخل یه هتل هستیم. بچه اسم هتل چیه دقیقا روی کارت؟ مگاپولیس ورد توی داخل پاناما. فقط به ما کمک بکنید، نه پولی داریم نه چیزی، ما نه سیم کارت داریم. رمز اینجا را فقط هک کردیم تا بتونیم واسشیم به شماها دسترسی پیدا بکنیم. فقط تنها خواهشم اینه ما رو رسانه‌ای کنید، آدرس هتل ما رو بدید. ما بچه همراهمونه، تقریبا 120 نفر داخل اون هواپیما بودن. الان هم ایرانی داخل این هتل هستیم، تقریبا 10 نفریم. 10 نفرمون رو داخل یه هتل کردن، بقیه اتاقا رو بلوکه کردن. الان ما نه پولی داریم، حتی از هتل نمیتونیم خارج شیم. فقط خواهش میکنم رسانه‌ای کنید. پاناما به زور نمیتونه ما رو برگردونه، فقط به زور میگه اثر انگشت بدید که براتون گردونم. به علت این که اثر انگشتای ما رو از امریکا پاک کردن که بگن ما اصلا وجود خارج